عبداللهیف مربی تیم ملی نوجوانان تاجیکستان هستیم. آقای عبداللهیف، سطح این دوره از رقابت‌های جام عبدالله موحد که تو آمل برگزار شد چطور دیدید؟ خیلی 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 عالی گذشت. مهمانای بسیار آمدن، نماینده‌های فدراسیون بسیار جالب گذشت. در این مسابقه سه از آذربایجان بود، تاجیکستان، ارمنستان گشتین گرفتن. من مربی تیم کلوب ورزشی شاهانه تاجیکستان می باشم که با 2 نفر ورزشکار اومدم در برای جای سیوم باختیم. خوب فارسی صحبت میکنیم، مسلطی به زبان فارسی؟ بله بله، رحمت. ما خودمون رو در جای بیگانه ایست نکردیم که اینجا اومدیم همه با فارسی، ما هم فارسی داری صحبت میکنیم. خیلی خوشحال شدیم و خیال کردیم که در خانه خودمون رفت و آمد کرده با رفیقان ورزشگر، با مربیان، با فدراسیون صحبت کرده خودمون رو خیلی عالی ایست کردیم. سطح فنی کشتیگیرای ایرانی رو چطور دیدید؟ سطح فنی بسیار خوب بود که همین کسلی کووید 19 بود، برای همین کمتر سطح بین المللی بسیار، یعنی که بزرگ کردن در کار بسیارتر جلب رفتن. ما هم ایرانی را جیغ میزنیم با تاجیکستان بیاین همکاری کرده همین ورزش گشتی‌تر جزو با بعد از کووید با نقصر کنیم. جالی گذشت. تهران که مملکت بزرگ است، برای همین اینها پیش رفتن، اما تاجیکستان کوچکترن. 10 میلیون اهالی زندگی ما میباشد.